میگویند با یک مرد 40 هنر کم است، ولی قهرمانی ما زنی هنرمند است که در عمر قریب 60 سالش توانسته است 41 هنر را از خود نماید. شفاعت یوسف‌آوا هنرهای دوزندگی و بافندگی، گلدوزی و خراق‌دوزی، مهره‌بندی، رومالدوزی، کلالگری، جهک‌دوزی، تپیدوزی، روکش‌دوزی و قالین بافی، کرپه‌دوزی و غلافه‌دوزی، صورتکشی و نقاشی، گلپروری و نهالچینانی و باز دیگر هنرهای عنعنوی مردمی را از خود کرده و امروز به شاگردانش می‌آموزاند. در هنر کوشک‌زار چیزی نیست، گنجزار پیشی هنر چیزی نیست. من از آیام خوردی سر می شود از همین مادر کلام. این یک عصر پیش باشد در کار. چون که مادرم من میگویم که انمی خیلی مادری من همینه میدید گفته انمی روی مال سال 1800 انگی، یعنی که وقتی که پدری من داماد شدن اون کلامم دادی که انمی روی مال این شاهی میگویم 2 کمب میبافتن براش کم ترکک، لیکن از این بسیار مونده بسیار. من همین اشر برای خودم مادرم داده بود همراهی دیگر روی مال اطلس که همین یادگیری رو دوام ده. خاله شفاعت زاده جماعت دهاتی یاوه‌ای ناحیه باباجان غفورف می باشد. پدرش عبدالستار آرماتوف در مکتب تعلیمی 2 صف به حیث راننده فعالیت داشته با عنوان قهرمانی مهنتی سوسیالیستی سرفراز گردیده بوده است. مادرش زلیخا آرماتوف زنی هنرمند بوده به فرزندان هنرهای زنانه گلدوزی و رومالدوزی را آموزانیده است. خاله شفاعت میگوید که استادی نخستین هنرهایش مادرش است. مادر خودم اصلا تپیدوز بودن، توپای چورس میگوین، حالا هم و یا با دوزندگی مشغولن، نازکایم کسب یاد میدین. همین سبب همین مادرم شدن که مادر کلانم شدن که به پیش رفتم. همین زخم من صنف 7 و 8 میخوندم. با روچکه کشته ایستاده روی مال به نقش کده گلدوزی میکردن. شفاعت یوسف‌آوا با هنرهای نادرش در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی صاحبی چندین افتخارنامه و سپاسنامه و گراند رئیسی ناحیه گردیده است. خاله شفاعت با تشبث حکومت ناحیه باباجان غفورف همراه هنرمندان به ناحیه آبچی ولایت بادکنی جمهوری قرقیزستان برای نمایشی هنرهای ملی سفر کرده نام تاجیکستان را بلند نموده است. از جماعت آمده گفتن که شما گل پرور بدید، به ما گل لازم است. گفتن این گل‌های خانگی پرورش میکنم. سببمون شد که به خانه ما آمدن، هم از دروازه در آمده دیدن که گلها بسیار به ما لازم است برای زیبا کردن جماعت گفتند و دیدن که در بوفت این چیزها را ساخته موندن، این گلهای کلان را دیدن. بعد گفتن که شما برای ما با هنرمند و انمین و بس شما داخل کردن ما لازم است، شما اینجا بودید ما بیخبر بودیم. گفته من هم در حیث هنرمندان داخل کردن. سال 2018 در یک چند آزمون‌ها اشتراک کردم. این زنی هنرمند شاگردانی زیاد دارد و خصوص در وقت‌های تعطیل دخترکان آمده نازکی‌های هنر را از او می‌آموزند. شفاعت خاله برای جهاز عروسان، کرپه و مطرز و طاقی‌های زمانوی را نیز آماده می‌نماید. با این راه وی به اقتصادیات عائله و همچنین به جامعه نیز نفع خود را می‌رساند. امروز در برابر دیگر شاگردان فرزندان این زنی هنرمند کلین و نبیرگان هنری شفاعت خاله را ادامه داده ایستادند. آنها در یک چند آزمون‌های هنرمندی اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمونه‌ای گشتند. اصلا برای ما دسترس کردن مهره سال مشکلی میکشد. بنابراین یک بسیاری کلونی هم در روسیه و میکنن. من گفتم بابا مهره های صفتش بلند را بیار. این رو ساختم، یک ساخته بودم نشان رو صفتی وای پستر بود، برای من قدر پسند نآمد. بنابراین این مهره های معطوی میگوین به صفت را گرفته آمد. انا اکنون با انمی خیلی مهره ها ساخته است. شفاعت یوسف‌آوا در طول حیاتش هنرهای زیادی ملی و عنعنوی را از خود کرده است. این زنی هنرمند به زندگی و هنرش دلی گرم دارد و پیوسته در حرکت است. قهرمانی گزارش ما میخواهد همچون هنرمند با آفریده‌هایش در کتاب زندگیش نقش بندد. گزارش سومن حامید و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.